سلام، ساعت تقریبا 3:30 صبح. چند روزه دارم فکر میکنم برای مجسمه 25م چی رو بهتون معرفی کنم. یهو تصمیم گرفتم مجسمه خاچاتور رو بهتون معرفی کنم. خاچاتور اولین کسی بوده که دستگاه چاپ رو وارد ایران کرد. مجسمش رو استاد نادر قشقایی از جنس برنز ساختن و دقیقاً روبروی کلیسا وانک نصبی، یعنی اکثرا خیلی از اسپانیا دیدنش، خیلی از توریستای آدمای دیگه هم که از شهرهای دیگه میان حتما خاچاتور رو دیدن. بریم ببینیمش. داریم خیابون آذر رو میریم سمت پل آذر. یکی از دلایلی که این ساعت رو انتخاب کردم که فیلم بگیرم از مجسمه اینه که این ساعت اونجا خلوته و راحت تر میشه ازش فیلم گرفت. حالا بریم ببینیمش. خب داریم نزدیک میشیم به کلیسا وانک و مجسمه. راستی یه چیزی که میخواستم بگم اینه که این مجسمه جنسش از برنزه و یکی از حروف چاپی هم که برای اون دستگاه چاپ هست دستشه. الان نزدیکیم. این پیچو که بپیچیم